از افلاطون بزرگ پرسیدند که چرا هرگز غمگین نمیشد. گفت دل بر آن چی نمیبندم که مال من نیست. فردا یک راز است، نگرانش نباش. دیروزم یک خاطره بود، گذشت، حسرتش را نخور. امروزم یک هدیه است، قدرش را بدان و از تک تک لحظه هایت لذت ببر. فردا و فرداهایت را به خدا بسپار. از فشار زندگی نترس، چون فشار توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکنه. روز ما انسانها را هم به الماس تبدیل میکنه. وقتی که فشار نباشه، درد نباشه، چطور ما قوی شود؟ همین درد هاست، همین شکست هاست که ما را قوی میسازه. و به عقب بینگرید، خدا را شکر کنید که چقدر مسیر را آمدید. به جلو بینگرید، به خداییش باور کنید که چقدر هدف مانده تا تو به موفقیت برسید. پس فردا و فرداهایت را به خدا بسپار، چون ما اولین بار است که بندگی میکنیم. خدای ما قرن هاست که خدایی میکنه. پس باور کن به خداییش و به مسیرت ادامه بده، چون خدا با تو است.